अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। वक़ाल मनी हम मकतबिन दोस्त साथियान, अल्लाह तबारक व तआला हमारा शुमारा ये बाबरकत रोज और ये बाबरकत शपी शप हम अदा कर तौफीक को हमारे शुमारे जागे करते या ये बाज बाज मेहरबानी और एहसान तम सरा खैर मुख्तसर चुके मैश में हर हफ्ते शपा एक प्रोग्राम बीत बलोची नादी नाम सरा खैर इनका जानक न भी कि चुकवी नंबर सराय बच्चे की चुना बाद न जानक बहुत ने कई शुमद इमामन तिलावत कलाम पाक वस्ता दावत दिन कारी अब्दुल फतेह साहिब आरा क्या बैच में दिमा कलामुल्लाह गुती बुलबुल आवाज़ हमारा शुमार अब सुनाई नहीं कोश उदारे नहीं अब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. नसीहत वस्ता मन दावत दिन शेख मोहम्मद इसहाक साहब आरा के अबैत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वक़ाल तआला अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। अम्मा बअद। قبل از هر چیزا حمد و تعریف و ثنای الله سبحانه و تعالی بیان کنان که لایق تعریف. تمام تعریفات الله سبحانه و تعالی زیبا دیند و سلام و درود بر خاتم پیغمبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باد و به تمام کسانی که پیروان واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم. موضوع که من لطفاً درباره آشی چند خبر بکنم این ہے که الله ما را به چی خلق کرده. الله سبحانه و تعالی به چی هدف ما را خلق کرده. انسان یکی از بهترین مخلوقات الله سبحانه و تعالی هست. الله هیچ چیزا عبث خلق نکند. وقتی که انسان بهترین مخلوقات هنین یکی از بهترین مخلوقات هنین لا شک آی هم به یک هدف یا خلق کرده. اگر انسان دنیا پشت بچارید
ولله المثل الاعلی. اما اگر انسان دنیا پشتا پچاری که هر یک شخص یک چیز شرکن، همه سیارات، همه تیارات، همه لوگ و خانه ای پچه شر بیدن، تمام به خاطر یک هدف یا تا ها انسان استفاده کنن. الله سبحانه و تعالی ما را برای عبادت خلق کرده که ما الله ها عبادت کنیم و هیچ چیز در عبادت ها و الله شریک مکنیم. الله سبحانه و تعالی چنان مهربانی ماری همه دا مرگ نداده، بلکه رسولی به ما شش داده، پیامبری شش داده، نبی شش داده، قرآنی به ما شش داده تا ما الله ها با بصیرت عبادت کنیم، الله ها پجه بیاریم، عبادت ها یاد بگیریم که عبادت توریم. الله سبحانه و تعالی در این آیه گوشید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس خاص برای عبادت اول من خلق کردم و برای شونده عبادت ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر امت یا پیسری امت بیدن یا که رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام امتان الله رسول شش داده که راه عبادت ایشین، الله ایدا با عبادت کنه که شما کامیاب به فوز حقیقی ها شما رسه، دنیاش می زندگی آباد بی، آخرت هم به بهشتا که آن نعمت های فراوانی هستند. الله سبحانه و تعالی شما رحمت بارت رسانینی. الله گوشید ای بنی آدمان، من گو شما عهد نگب، شما رو دستور نداد، شما رو نگوشت الله تعبد الشیطان، شیطان ها عبادت مکنه. شیطان ایدا با منظور اینه که ما شیطان ها عبادت کنه یعنی نماز کنه به سوی شیطان، بلکه این که ما راه شیطان ها مره. انه لکم عدو مبین، اسمی ظاهره دشمنی، یعنی گاهی وقتا شیطان به شکل عدو نه، ظاهرا دوستی، تا آهی احساس کنه آتی دوستین، آتی مردمین، آتی سنگتین، آتی رفیقین، بله وقتی که ترا خلاف دستور الله شون دیگین، خلاف دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم ترا شون دیگین، ترا راهنمایی کنگین، بلی که ظاهراتی دوستی بله ایتی دشمنی، ایتی واضح دشمنی. پچیا که الله راه پی داشته ما را، الله پیغمبر شش داده، الله قرآن شش داده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث راه بهشت، راه رضایت الله سبحانه و تعالی برای ما واضح کرده که آیا هیچ تاریکی نیست، آیا شب را مثل روچا روشنه. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، الله شی منا عبادت کنه که راه مستقیم ایشین. ما شب و روز 5 وقت نماز مونین، چقدر بشین اهدنا صراط المستقیم، بار الله ما را راه مستقیم هدایت کن، همه راه که تی مرادین، همه راه که تی رضایتین، ما را همین راه برای الله. اگر ما خود تلاش مکنین، خود ملوٹین، با این گوشگا ما نتونین راه انتخاب کنین. الله سبحانه و تعالی گوشی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که تلاش کنن، کسانی که جهاد کنن الله را، کسانی که لوتن برسن به آجایی که هدف الله هن، جهاد کنن، مهاجرت کنن، هجرت کنن، این ملکا بها ملکا. قصه سلمان فارسی ها بچارین که سلمان فارسی کوه، ایران مردمه، فارسی مردمه، اصفهانی، آتش پرستی اولا، آسی عبادت کده تا یک رو چرا گندی چاری ادگه دینی هستین، همین راه را چاری یعنی مسیحی هستن ملکا شون نشت گوشتی هون عبادت چمه عبادت و شرطره عبادتی این نزدیکترن. و سلمان فارسی یعنی پدا صد دوست بی او کلی چکون دوستری بی گوشتی تمنی جانشین را رندومنی ها و سلمانی پر همه کسی که آسی روخ کردن تو مردم های آس عبادت کردن مجوسیون. وشی من گوشت منی پر من مروش شده جاهی من چیز دیده یعنی منو امشمی دینا دوستر بیده شرطره چیز بیده
یعنی پدا من شک کو کم کم من نشته که من برم بودم حتی وشی من پادی جیل کو نشتی که من درک بون و نوار قبرم هونی دینا تا کم کم ما یعنی یک شخص یاد که من جست کدام هونی دینه و هونی حالت کوشتی بله دین ما پلان جواد که و اب شام ماد که و واسر آد که علما همون گرم وقتی که تا لوٹا هیگه تا فهمه یک قافله لوٹی و اصفهان برای به شام تا بره همونگه کوشتی شهر هر وادی که این قافله لوٹی برای منو خبر ده که من رونگو گویون برای به یک دابه ودی پادی بود که قافله برای شد شام شو عالمی دین مثلا هما دین سر نصرانی دین سر آهان شون دا که بله چوش بید آخر زمان یک نبیه که شد دیگه آیا گتا ای عالم وفات کو شد دیگری آخر یک شخصی که مثلا وقتی همه ملکان جزیره عرب که آیا ای علامت هستن ای آخری پیغمبر اشیا بگه یعنی پچار سلمان فارسی چه که تلاش که تا به حقیقت تا برسید آ چیزی که الله بنده خلق کردن لوتی پاهی ها برسید ملکی مرد داد رفیقی مرد داد پدی مرد داد کلی مرد داد تمام باشتی با آ چیزا برسون و آد کو رسه پس الله سبحانه و تعالی باشی هر کسی که تلاش کن برای ای که به می راه برسی به ما برسی ضرورا ماهی هدایت ده آهی راه درست تا پیش داریم بچه این نیکی مردمه این نیکی ها لوٹه گئن ان الله لمع المحسنین الله گو نیکو نگوره الله گو محسنین نگوره ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اگر تا بهترین بزیره از کفر دیر بیا از آ چیزی که مخالف دستورات الله تدیر بیا الله اطاعت کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کنه گره تکوکی گره با تی همراه که با قیامتا تکوکی گره حشر با تگو پیغمبران گره حشر با تی امام رسول الله صلی الله علیه وسلم تگو صدیقانی گره حشر با مثل ابو بکر گره تا حشر با تگو شهدان گره حشر با مثل عمر مثل عثمان و تگو باقی صالحی مردمان گره نیکی مردمان گره حشر با و چقدر نیکی رفیقا ایهم حسن اولئک رفیقا چقدر نیکی رفیقا ای مردمان چون دنیا ما را فریب مدا به سوی کفر مرین به سوی نارضایت الله سبحانه و تعالی مرین والله جای دیگر بشید که صراط مستقيم كذومين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آکسانی که سابقین اولی بیدگند مهاجر انصار آکسانی که اول سر اسلام آورتر و هر کسی که بعد از آنها آدکن یا که ابیهان پیروی کدر الله چه آنها راضیند اگر تلوتا الله از تا راضی بی هماهان راه ربوک با از الله راضیند و الله از آنها راضیند و الله برای ثواب و برای پاداش اجر آنها چیه داد؟ جنتی آماده کرد جناتی آماده کرد چند بهشتی آماده کرد باغهای آماده کرد که باغ کورها آنهانی قصران چیرا جاریند رود جاریند همیشه در بهشت مانند خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم مزن کامیابی همیشن مزن فوز همیشن و جاهدیر الله سبحانه و تعالی وشی من عمل صالحا من ذکر او انثى هر کسی که عمل صالح انجام بداد جنین بید مردین بید و هو مؤمن عمل صالح مؤمن مردمی انجام بداد فلنحيينه حیاتا طیبه ضرورا ما آیا زندگی دید یک زندگی که راضی بید قانع بید و چه زندگی بید به تقدیر الهی راضی بید ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون و آنها در آخرت هم
بهشت دین، پاداش دین، اجر و ثواب آنهانی جنتین. به سبب چی؟ به سبب آنهانی اعمالا. و بهشت الله سبحانه و تعالی چنان نعمتهای فراوانی آماده کرده، بعضی نعمتی آماده کرده، بعضی آشان نام گرفته من قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث آن نام گرفته، و بعضی دیگر برای سارتی چند اهل بهشت الله سبحانه و تعالی آن نام نگرفته. قیامت روزا وقتی که آن کوه بعدن به بهشت داخل بند، این نعمت ها نگیندن، ایهونی دل سارته بی، ایهونی چند سارته بند که الله وشی در بهشت نعمت های هستین که من آماده کردم برای تقواداران، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنچی نعمت های من آماده کرده هیچ کسی چما ندیدگم، هیچ کسی گوشا این نعمتون وصف نیش کرده و هیچ کسی دلا هم چنین خطوری نکرده که الله برای ما در بهشت چنین نعمت های آماده کرده. پس دعا کنید که الله سبحانه و تعالی همه راهی که هدف الله ما را همه راه برد، ما را همه راهی آورد که آخرت آشی، عاقبت آشی جنت الفردوس، و ما را این نعمت ها قسمت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.